در روشن‌ترین روز شیراز دختری گم میشه و 3 سال سکوت مطلق. حالا خبر رسیده که سما جهانباز زنده است. اما آیا این خبر خوشه یا فقط یه تله است؟ با هم به عمق یکی از پیچیده‌ترین و مرموزترین پرونده‌های مفقودی میریم و داستانی پر از عشق، امید و تاریکی رو کشف می‌کنیم. با ما همراه باشید تا حقیقت‌های پنهان رو به تدریج روشن کنیم و به دنبال پاسخ‌هایی باشیم که سال‌ها در انتظارش بودیم. بیایید به عقب برگردیم به تیر ماه سال 1401. سما جهانباز، دختر 22 ساله، دانشجوی سال سوم روانشناسی اصفهان، برای دیدار با خانواده پدریش به شیراز سفر کرده بود. او دختری زیبا با آرزوهای بزرگ و فرزند دوم خانواده بود که حالا در مرکز یک تراژدی بی‌پایان قرار گرفتند. اون روز ظهر سما تصمیم میگیره برای فروش مقداری طلا به یکی از معروف‌ترین و شلوغ‌ترین مناطق شیراز، یعنی محله معالی‌آباد بره. آخرین تماسش با مادرش یک تماس کوتاه و آرامش بخش بود. مامان کارم تموم شد، تا 10 دقیقه دیگه خونم. این آخرین باری بود که مادرش صداش رو شنید. 10 دقیقه تبدیل به ساعت‌ها شد و ساعت‌ها به روزهای پر از اضطراب. تلفن همراه سما برای همیشه خاموش شد و او انگار که در هوای روشن شیراز بخار شده باشه ناپدید شد. تحقیقات پلیس بلافاصله آغاز شد. اولین سرنخ مهم از بازبینی دوربین‌های مداربسته پاساژی که سما به اون مراجعه کرده بود به دست اومد. تصاویر به وضوح مردی را با تیشرت قرمز نشون میداد که سایه به سایه سما رو تعقیب میکرد. او از لحظه ورود سما به پاساژ تا خروجش اونو زیر نظر داشت. این مظنون اصلی به سرعت شناسایی و دستگیر شد. اما اعترافات او داستان رو عجیب‌تر کرد. او در بازجویی اولیه گفت از اون دختر خوشم اومده بود. دنبالش رفتم تا بتونم با او ارتباط برقرار کنم. اما موفق نشدم و راهم رو جدا کردم. این توضیحات هرگز برای خانواده جهانباز و افکار عمومی قانع کننده نبود. اما اتفاق عجیب‌تر این بود که همین مظنون پس از یک روز بازجویی به دلیل نبود مدارک کافی آزاد شد و در بازجویی‌های بعدی به کل منکر همه چیز شد. حتی گزارش‌های غیررسمی حاکی از اونه که اظهارات اولیه او به شکلی مرموز از پرونده ناپدید شد. این اولین گره کور در پرونده سما بود و این شایعه رو ایجاد کرد که شاید دست‌های پشت پرده مانع از رسیدن تحقیقات به نتیجه میشن. با گذشت زمان پرونده سما به یک زخم باز برای جامعه ایران تبدیل شد. پدرش آقای رضا جهانباز که خودش از جانبازان جنگه، با انتشار ویدیوهای غم‌انگیز در فضای مجازی به هر کسی که میتونست التماس میکرد تا ردی از دخترش پیدا کنند. گریه‌های این پدر قلب میلیون‌ها ایرانی را به درد آورد. در طول این سالها خانواده جهانباز با موجی از شایعات و ادعاهای دروغین و آزاردهنده نیز مواجه شدند. افراد سودجو با ارسال پیام‌های جعلی ادعا می‌کردند که سما را در کشورهای مختلفی مثل ترکیه، قطر، اسپانیا و کویت دیدند. هر کدوم از این خبرها امید واهی در دل خانواده روشن می‌کرد و سپس با مشخص شدن دروغ بودنشون اونا رو ویرانتر از قبل می‌کرد. حتی در مقطعی با پیدا شدن پیکری کاملا سوخته در اطراف شهر قم، گمانه‌زنی شد که ممکنه متعلق به سما باشه. اما آزمایش دی ان ای این فرضیه هولناک رو رد کرد. نقطه عطف این پرونده جایی بود که سرنوشت سما به شکلی هولناک با ماجرای ربایش دختر دیگه گره خورد. دختری 16 ساله به نام وحیده که اون نیز اهل شیراز بود و سالها پیش در مقابل چشمان مادرش ربوده شده بود. داستان از این قرار بود که وحیده پس از مدتی موفق میشه از اسارتگاهش در یکی از کشورهای همسایه که بعدها مشخص شد افغانستانه با خانواده‌اش تماس بگیره. او در یکی از این تماس‌ها روایت تکان‌دهنده رو فاش کرد. وحیده گفت در محلی که زندانیه با دختر دیگه آشنا شده که خودش رو سما معرفی کرده. مشخصاتی که وحیده از این دختر میداد شباهت زیادی به سما جهانباز داشت. اما یک جمله این ارتباط رو تقریباً قطعی کرد. وحیده از قول سما گفت به خانواده‌ام بگید من اینجا هستم. پدرم جانبازه و سرش تاسه. این جمله کلید رمزآلود این پرونده بود. آقای جهانباز جانبازه و این مشخصاتی بود که فقط یک فرد نزدیک میتونست اونو بدونه. این سرنخ برای اولین بار پس از سالها یک امید واقعی هرچند تلخ در دل خانواده جهانباز زنده کرد. سما زنده است اما در اسارته. روایت‌های وحیده پرده از فعالیت یک باند مخوف و سازمان یافته برداشت. باندی که به گفته او از حداقل 23 نفر تشکیل شده و تخصصشون ربودن دختران جوان و کودکان مدرسه‌ای در شیراز بود. طبق اظهارات ثبت شده در پرونده، این باند پس از ربودن قربانیان اونا را به خونه‌ای در منطقه وزیرآباد شیراز منتقل می‌کردند. محلی که برای حبس، آزار جنسی و تهیه فیلم از قربانیان تجهیز شده بود.
زمانی که تعداد کودکان ربوده شده به 6 یا 7 نفر میرسید، اونا رو با خودروهای خاص به مناطق مرزی شرق کشور میبردن. در اونجا همدستاشون در کشورهای همسایه این قربانی‌ها رو تحویل میگرفتن. سرنوشت این دختران بیگناه وحشتناک بود. بعضی از اونا قربانی قاچاق اعضای بدن میشدن و پس از خارج کردن اعضای بدنشون به قتل میرسیدن. برخی دیگه نیز به عنوان بده جنسی یا برای ازدواج اجباری به خانواده‌ها یا باندهای تبهکار در افغانستان فروخته می‌شدند. با این مستندات جدید، پدر سما در یک لایو اینستاگرامی خبری رو اعلام کرد که ایران رو در شوک فرو برد. او با استناد به صحبت‌های خانواده وحیده و برگه‌هایی که مدعی بود به دستش رسیده اعلام کرد سما زنده است و در یکی از روستاهای افغانستان نگهداری میشه. او با بغض ادامه داد: مستند داریم که سما رو از ایران مستقیما به افغانستان بردن. اونجا اونو فروختن و به زور به عقد یه نفر درآوردن. دختر من هر روز مورد تعرض و شکنجه قرار میگیره. پدر سما حتی به دلایل شکنجه ها اشاره کرد و گفت ممکنه به خاطر مسائل مذهبی و شیعه بودن سما باشه. دردناکتر از همه درخواست ربایندگان بود. فردی ناشناس به خانواده جهانباز و حتی یکی از دوستان نزدیک سما تماس گرفته و در ازای آزادیش مبلغ 2.5 میلیارد تومان پول درخواست کرده بود. تماس با دوستان سما نشون میداد که گوشی او همچنان در دست ربایندگانه و اونا به لیست مخاطباش دسترسی دارن. این خبر ترکیبی از امید و وحشت بود. امید به زنده بودن سما و وحشت از سرنوشت تلخی که در اسارت دچارش شده. آقای جهانباز حالا با عزمی راسخ از تمام نهادهای امنیتی، قضایی و بین‌المللی درخواست کمک کرد تا برای انهدام این باند و بازگردوندن دخترش و دیگر قربانیان اقدام فوری صورت بگیره. اما درست در اوج این هیاهوی خبری و امیدهای زنده شده، صدای دیگه از دل خانواده جهانباز روایتی محتاطانه‌تر و متفاوت را بیان میکنه. سالومه جهانباز، خواهر سما، در مصاحبه اعلام کرد که این اخبار هنوز به صورت قطعی تایید نشده. او گفت متاسفانه این خبر صحت قطعی نداره. خانواده‌ای که دخترشون 3 سال پیش مفقود شده بود، این اطلاعات رو به ما دادن. اونا ادعا میکنن که دخترشون در تماس تلفنی گفته که سما هم کنارش بوده، اما هیچ سند موثقی مثل یک فایل صوتی از صدای سما که این ادعا رو ثابت کنه به ما ارائه نکردن. این حرف فعلا در حد یک ادعاست. حرفهای سالومه منطقی و دردناک بود. او یادآوری کرد که در طول این سالها بارها با ادعاهای دروغی مواجه شدن و نمیخوان دوباره امید واهی به خود بدن. او توضیح داد که امکان راستی آزمایی ادعا در افغانستان به دلیل شرایط خاص اون کشور بسیار دشواره. اینجا بود که تراژدی خانواده جهانباز به اوج خود رسید. پدری که برای پیدا کردن دخترش هر کاری میکنه و به این سرنخ جدید با تمام وجودش امیدواره و خواهری که از ترس ناامیدی دوباره با احتیاط و منطقی به ماجرا نگاه میکنه. هر دو به خاطر عشق و دردشون اینطور واکنش نشون میدن و این عمق فاجعه رو بیشتر نشون میده. پرونده سما جهانباز الان توی یک وضعیت گیج کننده است. امید و ناامیدی کنار هم هستن. از یک طرف صحبت از یک شبکه قاچاق انسانه که دختران ایرانی رو میدزده و میفروشه. از طرف دیگه هیچ مدرک قطعی وجود نداره و سرنوشت سما هنوز مشخص نیست. سکوت و بی‌تحرکی نهادهای رسمی باعث شده که جنایتکارا به کارشون ادامه بدن. این پرونده فقط یک مورد شخصی نیست، بلکه نشونه مشکلات عمیق‌تری توی جامعه‌مونه. سوالات زیادی هست. آیا سما واقعا توی یک روستای دورافتاده توی افغانستان اسیره؟ آیا پدرش میتونه دخترش رو دوباره ببینه؟ آیا این امید هم به یأس تبدیل میشه؟ ما هم امیدواریم این کابوس برای خانواده جهانباز و همه خانواده‌هایی که عزیزشون رو گم کردن به زودی تموم بشه و روزی عکس‌های خندان سما رو کنار خانواده‌اش ببینیم. ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. اگر به این موضوع علاقه دارید فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع شوید.